زارنبا من میرشاد که دیسودید می مو انم خکر خو رفتیم نه حیاتش بک شده نمیتوند من می تا گرد سوار که. برخی از ساکنان کنیبادام مثل این زن برای حفظ جان خود و فرزندان در و تیرزه خانه هایشان را با پنجره های آهنین محکم کردند. اینجا آشخانه ماست. این طرف خانه کلانی ماست. این طرفی دیگرش. انا پوچوی ما با حسنیدین کار کرده استادند. این دری کلانی ماست. این باشد کناری آن. انا خدا خواهد دیگر آرام هستیم. خدا حفظ کند همش خوب باشد. اول و آخری کار تینج باشد. پنجره های آهنین خانه ها را به زندان مانند کرده است. اما برای ساکنان این مهم نیست. مهم آنها که شبانه از ترس خواب نداشتند اکنون کمی آرام خواهند شد. در یک ماه اخیر در این منطقه ولایت سوخت 10 عضو 3 عائله به طور مرموز کشته شدند. شمار عمومی کشته شده ها از 20 گذشت. مردم با هر شکل تلاش دارند جان خود و خانواده هایشان را حفظ کنند. گروه از ساکنان دهات شبانه آتش روشن کرده نوبتداری میکنند. گروه هم به بلندوشانه های مرکزی کنیبادان و شهر و نواحی اطراف آن کوچ بستند. برخی برای شب گذرانی به خانه های نزدیکانشان بیرون از کنیبادان می روند. شب اینجا نبودیم. وای رفتم. اپم رفتیم همه ما. دینا میلیسه ها گفتن که روشناینده برفته گریتان التماس اینجا خود نرویدتان گفته. همه خیلی گفتن. تا ما یافتن ما اینجا خود نرویدتان. همسایه هایم همش بگویید گفتن. اینا وایم گفتم همه برفت. در همین حال در درآمدگاه شهر کنیبادام دیدبانگاه گذاشته شده است و در دهه ها سربازان می‌گردند. درباره بازداشت گمانزدها یا آشکار شدن عامل جنایت ها هنوز خبری نشر نشده است. مقامات میگویند تحقیق حادثه با سرعت ادامه دارد. ساکنان که میخواهند هر چه زودتر این خطر برطرف شود و به زندگی معمولی خود برگردند هر لحظه منتظر دریافت جنایتکارانند. اکثریت میگویند با وجود تحکیم چاره‌های احتیاطی خود را پرامن احساس نمی‌کنند.